سبحانك اللهم ربنا پاکیسترا یا الله که پروردگار ماست و بحمدک و حمد و ثنا و صفات است برای تو. اللهم اغفر لی، الله مرا بخشش. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك پاکیست برای تو، اللهم یا الله ربنا که تو پروردگار ماستی و بحمدک و حمد و ثنا و صفات برای توست. اللهم یا الله اغفر لی، بخشش کو برای من. سبحانك پاکی است ترا، اللهم یا الله سبحانه و تعالی ربنا پروردگار ما هستی و بحمدک و حمد و ثنا و صفات است برای تو. اللهم یا الله سبحانه و تعالی اغفر لی، ببخش مرا. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك پاکیست را، اللهم یا الله سبحانه و تعالی ربنا که تو پروردگار ما هستی و بحمدک و تمام ثنا و صفات برای توست. اللهم یا الله سبحانه و تعالی اغفر لی، ما را ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك پاکیست را، اللهم یا الله ربنا که تو پروردگار ما هستی و بحمدک و حمد و ثنا و صفات است بر تو. اللهم اغفر لی، یا الله تو ما را ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك پاکیست را، اللهم یا الله ربنا که تو پروردگار ما هستی و بحمدک و تمام حمد و ثنا و صفات است برای تو. اللهم یا الله اغفر لی، مرا ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم پاکیست را، یا الله سبحانه و تعالی ربنا که پروردگار ماستی و بحمدک و تمام حمد و ثنا و صفات است برای تو. اللهم اغفر لی، یا الله ما را مغفرت بده. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك پاکیست را، یا الله ربنا پروردگار و بحمدک حمد و ثنا و صفات است برای تو. اللهم یا الله اغفر لی، مرا ببخش. خب یک دعای دیگه هم از رسول الله صلی الله، یک تسبیح دیگه هم از رسول الله صلی الله علیه و در رکوع بر ما و شما در حدیث رسیده است که یعنی انسان مسلمان اگر خوب نماز خدا میخواه که صحیح با تمام کیفیتش و بسیار خوبش بخونه دیگه چی کنه؟ تمام سنت ها را تطبیق بکنه. این تسبیح هم امرایش رسول الله صلی الله علیه و بخونه. بگوین سبوح قدوس ربنا و رب الملائکة والروح. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکة والروح. سبوح بسیار چی است؟ پاک است. قدوس بسیار منزه از عیب هاست. ربنا پروردگار ماست و رب الملائکة و پروردگار ملائکه هست و الروح و پروردگار جبریل امین است. سبوح بسیار پاک است الله سبحانه و تعالی. قدوس بسیار منزه است. ربنا پروردگار ما هست و رب الملائکه و پروردگار ملائکه است و الروح و پروردگار روح است، یعنی جبریل امین علیه السلام. سبوح بسیار پاک است، قدوس بسیار منزه از هر عیب. ربنا پروردگار ماست و رب الملائکه پروردگار ملائکه است و الروح پروردگار جبرائیل امین هست. سبوح بسیار پاک است، قدوس بسیار منزه است از عیب ها. ربنا پروردگار من و پروردگار ما و رب الملائکه و پروردگار ملائکه و الروح و از روح الامین یعنی جبریل علیه السلام. سبوح بسیار پاک است، قدوس منازع از آری تمام عیب هاست. ربنا پروردگار ما، ربنا پروردگار ماست و رب الملائکه و پروردگار ملائکه است و الروح و پروردگار جبرائیل امین است. بسم الله الرحمن الرحیم. سبوح پاک است،
قدوس منزه از عیبها. ربنا پروردگار ما هست. ربنا پروردگار ما است و رب الملائکه و رب الملائکه و پروردگار ملائکه است و روح و پروردگار جبریل امین است. سبوح بسیار پاک است، قدوس بسیار منزه است از عیبها. ربنا پروردگار ماست و رب الملائکه و پروردگار ملائکه است و روح و پروردگار جبریل امین است. بسم الله الرحمن الرحیم. سبوح بسیار سبحان است و پاک است، قدوس بسیار منزه است از عیبها. ربنا پروردگار ما و رب الملائکه و پروردگار ملائکه و روح و از جبریل امین علیه السلام. خب این که ما شما رو فهمیدیم، این خود سبوحون که یعنی ما شما که سبحان الله میگفتیم نه، یعنی سبوحون ذات است که بسیار برازو چی میشه؟ تسبیحات میشه، یعنی بسیار پاک است. و قدوس منزه میگه ربنا، یعنی الله سبوح، الله قدوس، الله ربنا، الله رب الملائکه، الله رب الروح. پس اونو روحی است. خب رب الملائکه و الروح دیگه از دعاهایی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده یا تسبیحاتی که آمده هست که انسان میتونه در رکوع بخونه، چی را میخونه؟ اللهم لك رکعت. بگوین اللهم لك رکعت و بك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. خب معناش چه قسم میشه؟ اللهم یا الله لك رکعت، برای تو رکوع نمودم، و بک آمنت، و به تو ایمان آوردم، و لک اسلمت، و به تو اسلام آوردم. انت ربی، تو پروردگار من هستی. خشع لک، خشوع نمود برای تو. سمعی، گوش من. و بصری، و چشم من. و مخی، و مغز من. و عظمی، و استخوان من. و عصبی، و مو عصبهای من. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله لك رکعت، برای تو رکوع کردم، و بک آمنت، و به تو ایمان آوردم، و لک اسلمت، و به تو اسلام آوردم. انت ربی، تو پروردگاری منی. خشع لک سمعی، خشوع نمود برای تو گوشی من، و بصری چشمی من، و مخی مغز من، و عظمی استخوان من، و عصبی اعصاب من. اللهم لك ركعت، یا الله سبحانه و تعالی برای تو رکوع نمودم، و بک آمنت، و به تو ایمان آوردم، و لک اسلمت، و به تو اسلام آوردم. انت ربی، تو پروردگار من هستی. خشع لک، خشوع میکند برای تو. سمعی، گوش من. و بصری، و چشم من. و مخی، و مغز من. و عظمی، و استخوان من. و عصبی، و اعصاب من. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله سبحانه و تعالی لك رکعت، برای تو رکوع نمودیم، و بک آمنت، و به تو ایمان آوردیم، و لک اسلمت، و به تو تسلیم شدیم. انت ربی، تو پروردگار ماستی. خشع لک، خشوع نمود برای تو. سمعی، گوشای ما، و بصری چشمای ما، و مخی و مغز ما، و عظمی و استخوان ما، و عصبی و عصب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله لك رکعت، بر تو رکوع نمودم، و بک آمنت، و بر تو ایمان آوردم، و لک اسلمت، و بر تو اسلام کردم. انت ربی، تو پروردگار ماستی. خشع لک، خشوع نمود برای تو. سمع گوش من، و بصری چشمهای من، و مخی و
اعصاب مغز من و عظمی و استخوان‌های من و عصبی و اعصاب من. اللهم یا الله لک رکعت به تو رکوع نمودم و بک آمنت و به تو ایمان آوردم و لک اسلمت و به تو اسلام آوردم. انت تو ربی پروردگار من هستی. خشع لک خشوع نمود برای تو سمع گوش من و بصری و چشم من و مخی و مغز من و عظمی و استخوان من و عصبی و اعصاب من. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله سبحانه و تعالی لک رکعت، من بر تو رکوع نمودم و بک آمنت و بر تو ایمان آوردم و لک اسلمت و بر تو اسلام اسلام آوردم یا تسلیم شدم. انت ربی، تو رب من هستی. خشع لک خشوع نمود برای تو سمع گوش من و بصری چشم من و مخی و مغز من و عظمی و استخوان من و عصبی و اعصاب من. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله لک رکعت، من بر تو رکوع میکنم و بک آمنت و به تو ایمان میآورم و لک اسلمت و به تو اسلام میآورم. انت ربی، تو پروردگار من هستی. خشع لک خشوع نمود سمع گوش من و بصر و چشم من و مخی مغز من و عظمی و استخوان من و عصبی و اعصاب. الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. انسان مسلمان وقتی که قیام میکنه، قیام عبادت است، بغیر از الله در حالت خشوع و متذلت، بغیر از الله بر کس دیگه استاد نمیشه. فهمیدین؟ یعنی پیش هیچ مخلوق. و اینمی قسم وقتی که رکوع میکنه انسان بسیار تعظیم میکنه، خدا ذلیل میسازه برای کی؟ به الله سبحانه و تعالی. از این خاطر وقتی که به رکوع رفت میگه سبحان ربی العظیم، سبحان پاک است ربی من پروردگار من العظیم که بسیار بلند مرتبه هست. بعضی که است ایره هم میگه و رسول الله هم بعض اوقات ایره گفته، بعض اوقات ایره هم گفته که سبحان ربی العظیم و بحمده. ایره هم گفته سبحان ربی العظیم و بحمده، پاک است پروردگار با عظمت من و حمد و ثنا و صفت است بر ازم. بعضی اوقات رسول الله صلی الله علیه و آله این دعا را خواندن، چرا که اگر انسان یک دعا را بخونه فکرتان باشه نه، بازی انسان هم نمازش با عادت تبدیل میشه. عبادت به چی تبدیل میشه؟ با عادت. باز بسیاری وقتا بسیاری از چیزا را نمیگیره. اینجا رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ گفته که سبحانك اللهم ربنا، سبحانك پاکی است را، ربنا ای پروردگار ما. در وقتی که در نماز انسان استاد میشه پس باید به این طریقه باشه. در مقابل الله میگه که سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی. ببینید اگر یک مسلمان همین قسم نماز بخونه چقدر آهسته آهسته نماز میخونه که بگه سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی. الله هدایت کنه. بعضی امام صاحبا رو پشتان نماز میخونیم امی 3 دفعه سبحان ربی العظیم هم نمیمونه صحیح بخونیم تا تو میگه سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم وقتی صاحب 2 مرتبه رفته. بسیاری وقتا اینال باید خود امام چی است؟ او چون امام است و او مقتدا هست و او در مقام رسول الله صلی الله علیه و آله است. یعنی امام که است نه، این مقام رسول الله صلی الله علیه و آله است. این باید امو سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله کلش کوشش کنه تطبیق بکنه، کلش. چرا ما که مقتدی هستیم، ما خواجز مردم هستیم، مقتدی هستیم، مثل بی سواد در پشت سر از او استاد هستیم، لیکن او مقتدای ماست. او منبری که استاد است، او محراب که استاد است، و محراب و جای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این حالی باید نمازش بسیار دقیق باشه. پس چی بگه؟ پس ما و شما وقتی در نماز استاد میگیم سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم، سبحانك پاکی است را، اللهم یا الله. فهمیدی یعنی سبحانك اللهم میگی یا الله، سبحانك اللهم ربنا ای پروردگار ما، در مقابل الله استاد میشی بسیار با ادب. فهمیدی یعنی و بحمدک و حمد و ثنا و صفت است برای تو، اللهم اغفر لی. که در هر رکوعی خود انسان باید از الله چی بخواه؟ مغفرت بخواه. اللهم اغفر لی، الله مرا مغفرت کن. از این خاطر رسول الله در یک روز بیشتر از 70 مرتبه مغفرت میخواست. این در هر رکوعی خود، در هر سجده خود رسول الله چی میخواست؟ مغفرت میخوان. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. و دیگه ایران باز محمد میگفت که اللهم لک رکعت. انسان مسلمان میگه یا الله ما برای تو رکوع کردم، یعنی خدا برای تو خم کردم، تعظیم برای تو کردم، به هیچ مخلوق دیگه من نمیکنم، به هیچ کس. و بک آمنت، یا الله فقط به تو ایمان آوردم،
فهمید یعنی ولک اسلمت یا الله بر تو اسلام آوردم و بر تو تسلیم شدم. اسلام چی است؟ تسلیم شدن است به احکام الله، به اوامر الله، به عبادت الله. فهمید یعنی به الله میگه که یا الله بر تو من چی اسلام آوردم. انت ربی، در نماز بر الله گپ میزنه، گفتیم کلش گپ است که انسان مسلمان خالق خدا خطاب میکنه، میگه انت ربی یا الله تو رب ما هستی، خشع لک تو که پروردگار هستی، خشوع کرد بر تو. یعنی خشوع چی معنی؟ یعنی بسیار ذلیل شد، بسیار خدا خوار ساخت. چی خوار ساخت؟ خشع لک سمعی، گوش من هم در خشوع هست، هیچ وقت گوش ما متوجه دیگه چیز نیست بغیر است امو کلام تو، و بصری و چشم من. از این خاطر انسان که نمیخونه چشمش هم مطابق امر الله امو جای رسال میکنه که الله برش. فهمید یعنی سمعی و بصری و مخی و مغز من، پروردگار حتی می فکر و هوش و کل ما به طرف کی است؟ به عبادت تو هست، من بر تو خشوع میکنم. حتی مغز من و عظمی و استخوان من و عصبی و حتی امو عصبهای کوچک که در وجود من هست، تمام از اینا بر تو چی میکنن؟ خشوع میکنن. در دیگه دعا که ما شما خواندیم این هم از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده. رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگفت وقتی که در نماز استاد بشه؟ ما شما امت رسول الله صلی الله علیه و آله هستیم. اینا اللهم لك رکعت، یا الله بر تو رکوع کردم، و بک آمنت و لك اسلمت و علیک توکلت. اللهم لك رکعت و بک آمنت ولك اسلمت انت ربي خشع لك سمعي و بصري و مخي و عظمي و عصبي. انتهای قسمت ما و شما ایره خواندیم. باز او دیگهش که باز او چیز آمده، یک دعای دیگه هم هست، باز ما و شما انشالله باز شب دیگه اگر شد انشالله تعالی باز رو میخوانیم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم لك ركعت وبك آمنت فلك أسلمت. أنت ربي خشع لك سمعي وبصري فمخي وعظمي وعصبي. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحانك اللهم ربنا وبحمده اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس ربنا رب الملائكة ورب الملائكة والروح. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. أنت ربي خشع لك سمع وبصر سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. أنت ربي وخشع سمعي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعظمي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم بحمدي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك بحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. أنت ربي وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.